بچه ها سلام، روزتون بخیر. بریم یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت مارکت و بحث زیگزاگ دوگانه‌ای که میتونه تبدیل بشه به زیگزاگ سه‌گانه. اینجا قله 69000 ما پیرو یک الگوی A B C به صورت زیگزاگ اومدیم تا نقطه 33000 که این موج W در نظر میگیریمش. الان اونجا که بودیم نه همه گزینه‌های متفاوتی وجود داشت. ما اینجا صرفا یک ABC زیگزاگ اومده بودیم پایین. از اینجا شروع کردیم مثلا یه اصلاح ساید از 32 تا 48000. وقتی این حرکت تکمیل شد و زمانش تکمیل شد، چون که اصلاحی که به اصطلاح تو این قسمت انجام شده بود به نسبت حرکتی که قبلش انجام شده بود، یعنی ما یک موج طولانی صعودی داشتیم که شاید نزدیک 1 سال طول کشیده، بعد تو این زمان کوتاه این احتمال خیلی کمه که بخواد اصلاح تموم شده باشه از اینجا شروع کنیم به بالاتر رفتن. پس اینجا وقتی سه موج اومدیم پایین، احتمالاتی که برای ما وجود داره اگر به صفحه 3 قوانین مراجعه کنید، وقتی سه موجی اومدیم تو این قسمت پایین، یا میتونیم به اصطلاح زیگزاگ چنگانه داشته باشیم، یا پهنه داشته باشیم، یا مثلث. وقتی که این اصلاح انجام شد و شروع کردیم ریزش، تقریبا از اینجا میتونیم احتمال زیگزاگ دوگانه رو به اصطلاح احتمالش بالا بدونیم. چه میزان اصلاح کردیم تو موج X؟ ما اگه از اینجا فیبوناچی اصلاحی بندازیم تا اینجا، این کلش رو اصلاح کرده، میتونیم بگیم که ما 50% این حرکت رو برگشتیم بالا. تو صفحه 4 قوانین زیگزاگ چنگانه به ما میگه که موج X یا دبل X که مشابه همن، بین 70 تا 30% موج W باید اصلاح کنه. پس دقیقا تو محدوده مجاز بوده، از 30% میتونسته باشه تا علوش 70% که اینجا ها میشد. 50% اصلاح کرده و از اونجا شروع کرده ریختن. وقتی این 50% اصلاح کرده، با توجه به این زمان و این الگوی ABC که به صورت پهنه اینجا زده، این یک اصلاح پهنه بوده، ما اینجا متوجه میشیم که احتمالاً با یک زیگزاگ دوگانه طرف. پس از اینجا شرایط سل برای ما مهیا میشه و حداقل مواردی که داریم برای مقایسه، شماره 4 تو صفحه 4 به ما میگه که موج Y بر اساس قیمت از 61 تا 161.8% موج W. یعنی چی؟ یعنی اگه ما بیایم اینجا یک فیبوناچی تو اینجا به اسم چیز معرفی کرده، ترند بیس فیب اکستنشن، حالا ما به عنوان فیبو پروژکشن میشناسیمش، فیبو 3 نقطه‌ای به اصطلاح بندازیم و بگیم این موج W ما رو از نقطه X گسترش بده. میشه از 61.8% که اینجا میشه تا 161.8 که اینجا میشه. تا به چه شکل باید بیاد پایین؟ همینجوری که ما اینجا یک دبل زیگزاگ اومدیم پایین، اینجا هم باید دوباره یه دبل زیگزاگ بیاد، یعنی یه زیگزاگ بیاد یه اصلاح بکنه. همینجوری که زیگزاگ اومدیم پایین، اینجا هم باید یه زیگزاگ بیاد پایین، یعنی یه 5 موجی بیاد، یه اصلاح 3 موجی، دوباره 5 موجی. اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاده. ما یک از نقطه X یک 5 موجی اومدیم شده موج A ما، یه اصلاح 3 تایی رفتیم شده موج B ما، دوباره 5 موجی ریختیم. حالا اینجا یه خود جای بحث داره. میزان اصلاحمون هم واسه اینکه بفهمیم که داریم درست تا اینجا میایم، باید موج وای ما مرتبط باشه با موج W ما.
وقتی الان فیبو پروژکشن انداختیم میبینیم که 138 درصد موج W ماست. پس این موج با این موج مرتبطه، یعنی 1% از این موجه. از اینجا میفهمیم که تقریبا تا اینجا احتمال اشتباهمون خیلی پایینه. اینو فعلا داشته باشیم تا بریم سراغ این قسمت، بریم ببینیم که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته. یک احتمال خیلی کمی که وجود داره اینه که این 1 2 3 4 5 که ما اینجا اومدیم شاید اشتباه شمرده باشیم و مثلا این موج 4 ما باشه، ما 5 رو بخوایم بریزیم. این یه احتمالی که وجود داره، هرچند خیلی کمه. اینو پیش زمینه داشته باشیم تا بریم ادامه رو به اصطلاح زوم کنیم رو همین قسمت، ببینیم حالا که میخوایم به زیگزاگ سگانه تبدیل شیم، یعنی یک به اصطلاح X موج دیگه اینجا تشکیل بدیم بعد دوباره بریزیم پایین، چه محدودیت‌هایی واسه ما وجود داره و اینکه این دیگه چه اتفاقی افتاده. از نگاه بالاتر اگه الان بخوام بهتون بگم، پیرو همین فیبوناچی که انداختیم به ما میگفت که موج 2x ما که مثل موج x ماست باید بین 30 تا 70 درصد موج y اصلاح کنه. یعنی چی؟ یعنی اگه من یه فیبوناچی اصلاحی اینجا بندازم که میشه فیبو ریتریسمنت، اندازه موج وایو اینجا بندازم بین 30 که میشه 23800 تا 70 درصد که میشه هلوش مثلا اینجاها 35700. این محدوده مجاز موج دبل ایکس ماست. یعنی ما حداقل باید 23800 رو ببینیم، حداقل جایی که برای موج ایکس لازمه. یعنی اگه کمتر از این بیاد میتونیم بگیم هنوز حرکت تکمیل نشده. حد اکثرش هم کجاست؟ 70 درصدشه، یا مثلا اولوش 35000 میشه. خب چون 61 اونجا داریم 70 هم داریم، تقریبا بین اینا میشه 70 درصد، اولوش 35000 تقریبا. این محدوده مجاز موج ایکس ما. حالا بعد بیایم این یه تیکه رو بررسی کنیم ببینیم چه احتمالاتی وجود داره و چه اتفاقاتی داره میفته. پیرو این ویدیو اگه سوالی بود زیرش حتما کامنت بذارید.